عموما در روز عید همون گونه که یادآور شدید ما بدون خبر دادن میتوانیم به خانه برادر خود، اپای خود، خواهر خود، پیوستگان و پیوندان مثلا بدون دعوت هم رویم. همین خیلی است. خب به خانه نفرانی میرویم که پیوند خویشتباری ندارند، ولی با نظر داشته این در خانه آنها مرد نیست یا که شوهر نیست یا مردای خاندان عموما در خانه نیستند، آیا مردهای همسایه یا که مردهایی که در یک ده زندگی میکنند اجازه دارند در راه کوبیده و عید مبارک گفته وارد همون خاندان شوند که در اونجا محرمی نیست، مردی نیست؟ این به عید خاص نیست، در عید هم در غیر عید ممکن نیست. خانه حرمسرای انسان است. بله. حرمسرا برای مرد خانه جایز است که در آب را داشته باشد، برای بیگانه جایز نیست. و چی ماند در روز عید را بهانه کرده خانه کسی در آمدن که مثلا شوهرش در مهاجرت مهنتی است یا مثلا دستیاری ندارد، دینی را نمیگوید. مادام اگر دعوت هم کنند جایز نیست. در خانه که فقط زن است مردان بیگانه حق ندارند درآیند. به بهانه عید رفته و گویا ما عید آمدیم، خب کی باید خدمت کند؟ زنی خانه؟ آیا شوهر خانه، مرد خانه راضی است؟ آیا عقل، وجدان و دین و عید جایز میداند؟ ممکن نیست. برای همین با دعوت هم جایز نیست، به دعوت هم جایز نیست، چون فتنه هست. پروردگار در قرآن میگه که فتنه سخت‌تر است از کشتار. تصور کنید مثال عادی، یک مرد در روز عید خانه زنی در آمد که شوهرش نیست، بعد او کسی دیگر در آمد، گمان ها سر می شود. گمان که شد دیگر گمان خودش، بدگمانی خودش آتش پس درونی است. در جای ما گفتم که مثلا در صحبتی که برادر همین خانه کسی که دعوت نشده نروید. بخص خانه بیگانه، خانه خیش دوباره دیگر سوال نمی شود. یک کسی خیز گفت در همین روز عید چرا نروم؟ من میروم. گفتم برادر خانه گروید اگر مرد باشد به دعوت جایز نیست، چون حدیث است که اگر دعوت شدین روید، اگر دعوت نشدین نروید. بازم چی مراد به خانه زن است؟ فتنه دارد، گناه دارد. با تو برای تو باید کی خدمت کند؟ کی باید چای بیارد؟ بله. کی قبول و گسیل کند؟ و این برای تماشابین محترم بود درست بفهمد که فقط اون جایی که خطا است آخر. درباره اگر یک عقل و وجدان و دین و آیین و مذهب رعایت نشود، از درباره غیر انسانی چی فرق میکنه؟ درست است. هیچ فرق نمیکنه. بعضی وقت نادرست میفهمند که شما مثلا عید رو منع کردید، حالا ما عید منع نکردیم. ممکن درباره یک منطقی باید داشته باشد، عقلی باید داشته باشد، یک دین و آیین باید داشته باشد که مثلا فتنه نشود، سبب پاشگیر عائله ها نشود، سبب مثلا بدگمانی مردم نشود. اما چیکار میکنیم؟ اگر 500 عائله در یک دهات باشد، از خانه کسی که میخواهیم نمیخواهیم یا میخواهد نمیخواهد باید سر بزنیم. این جبر کننده شد. جبر رو دین نکرده است، جبر رو عید نکرده است، جبر رو مردم بر سر خودشون میکنن. دعوت کردن افتخار است، روز عید است، روز شادی و خوشنودی و خرسندی است. واقعا نداره با هم نشستن و نان تناول کردن و اظهار شادی کردن، واقعا ندارد. اما چی اینو جبر میکند؟ درباره بی اساس. درست است. رعایت نکردن محرم و نامحرم، رعایت نکردن حرام حلال و رعایت نکردن صرفه‌جویی که همه سراسر اسراف میشود، اینا جبر میشود. خلاص سخن همین است. جایی که دعوت نشدی، آبروی خودت را نبر و گشت و گذار بی منطق نباید در جامعه پیاده شود.